سلام رفقا، محمد هستم از مجموعه ایران توربو مشهد. امروز یه توربو از کامیون بنز آتکو رو داریم که باید جراحی بشه، از باز شدن تا تعمیر کامل. همشو با هم میریم جلو. لایک یادت نره و تا آخر با من باش. خب توربو باز شد، حالا بریم برای بررسی قطعات داخلیش و ببینیم که مشکل چی بوده. خوشبختانه چدنی دود و حلزونی هوا هر دو سالم هستند، ولی کاتریج توربو کاملا داغون شده. علت خرابی جسم سختی که از داخل موتور باز شده یا اینکه شکسته و از طریق دودهای خروجی اومده و به توربین برخورد کرده و این بلا رو سرش آورده. این کاتریج کاملا باید برای مشتری عزیزمون عوض بشه دوستان. حالا که ایراد مشخص شد، الان بریم سراغ مرحله بعدی، تمیزکاری و آماده سازی و مونتاژ. لایک و بکوب و در ادامه با من باش. خب اینم از شستشوی قطعات توربو، هر دو تا حلزونی کاملا شسته شده، تر و تمیز و آماده نصب کاتریج جدید هست. اینم کاتریج نو آکبند با کیفیت از برند ADP پاور. میریم که نصبش کنیم. اینم از پایان کار توربو کامیون بنز آتکو. تمام کارا به خوبی انجام شده و آماده نصب روی موتور. اگر از این ویدیو خوشتون اومده لایک و سابسکرایب یادتون نره. اگه سوالی دارید تو کامنت ها بپرسید. مرسی از همراهیتون. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.